به نام و یاد خداوند بخشاینده. دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله وبینارهای تسلط بر ذهن و رسیدیم به سومین وبینار سلسله وبینارهای اکادمی اینسایت. در این وبینار شما درباره هوش هیجانی یا هوش عاطفی معلومات به دست می‌برین. فقط کنفرم کنین که صدا و اسکرین را دارین تا بریم طرف موضوع. خب دوستان عزیز، قسمی که براتون گفتم موضوع وبینار امروز ما Emotional Intelligence Mastering Your Inner World، هوش هیجانی و تسلط بر دنیای درونی می باشه که خیلی یک موضوع مهم است و از طرف آکادمی اینسایت برای شما این وبینار برگزار میشه که سومین وبینار سلسله وبینارهای ما می باشه و انشالله امید دارم که برای شما خیلی موضوعات مختلف و جدید در این جابجا کرده باشم. هوش هیجانی میشناسیم که هوش هیجانی چی است؟ هوش هیجانی یا Emotional Intelligence توانایی شناسایی، درک، مدیریت و استفاده مؤثر از احساسات در زندگی روزمره است. دوستان عزیز، ما شما درباره هیجان، احساس و عواطف میفهمیم. در وبینارهای قبلی هم دربارهش بحث کردیم، ولی امروز درباره هوش هیجانی میفهمیم که هنگامی که افراد از هوش هیجانی خود استفاده میکنن یا میخواین که هیجانات خود ابراز کنن، از به چی شیوه های اینا ضرورت دارن یا به چی راهکارهای ضرورت دارن تا بتونن امی احساسات و هیجانات خود را کنترل کنن. از خود هوش هیجانی که از یک توانایی است، چون هوش ما شما میفهمیم که هوش توانایی استعداد را میگه. پس هوش توانایی از توانایی چی؟ وقتی هوش هیجانی شد توانایی شناسایی، درک و مدیریت احساسات میباشه. ما باید احساسات خود شناسایی کرده بتانیم، درک کرده بتانیم، مدیریت کرده بتانیم و استفاده مؤثر از احساسات خود کرده بتانیم تا بگوییم که هوش هیجانی بالایی داریم. پس این میشه تعریف هوش هیجانی و این مهارت به ما کمک میکند با چالش ها بهتر برخورد کنیم. وقتی مهارت هیجانی داشته باشیم یا هوش هیجانی داشته باشیم، همراه ما کمک میکنه تا با چالش های زندگی به آسانی برخورد کنیم و بتانیم از چالش ها در بیاییم، با دیگران رابطه عمیق‌تر بسازیم و تصمیمات دقیق‌تر بگیریم که اینی هم از فواید هوش هیجانی میباشه. کسایی که هوش هیجانی بالایی دارن اینا میتونن که روابط سالمتر بسازن، تصمیمات دقیق‌تر بگیرن. هدف این نیست که احساساتی باشیم، بلکه باید احساساتمون رو هوشمندانه مدیریت کنیم. هوش هیجانی به این معنا نیست که ما شما باید احساساتی باشیم، باید از احساسات خود زیاد استفاده کنیم، به جای استفاده کنیم، بدون مدیریت استفاده کنیم. نه خیر، هوش هیجانی برای ما شما یاد میده تا هوشمندانه بتونیم احساسات خود را مدیریت کنیم یا هم اونمو مهارت مدیریت احساسات خود را داشته باشیم. پس موضوع مهمی از دوستا کسانی که میخواین هوش هیجانی بالایی داشته باشن و هوش هیجانی خود را تقویت کنن، راهکارهای دینی وبینار براتون معرفی میکنم دوستا تا شما بتونین که هوش هیجانی خود را تقویت کنین و بتونین تا هیجانات و احساسات خود را کنترل کنین. هوش هیجانی مهم است دوستا. اهمیت زیر حال میفهمیم که چرا بر ما شما یا برای افراد جامعه یا برای انسانهایی که میخواین پیشرفت کنن هوش هیجانی اهمیت داره. اول، روابط قوی تر در زندگی شخصی و کاری. کسایی که هوش هیجانی بالایی دارن روابط قوی تر دارن. قسمی که بیشتر براتون یادآوری کردم، اینا میتونن در زندگی شخصی یعنی در فامیل یا در زندگی کاری در محیط کار روابط بهتر جور کنن، روابط سالمتر داشته باشن نسبت به افرادی که هوش هیجانیشان پایان است یا کمتر است. دیگر کاهش استرس و بهبود سلامت روان یکی از فایده های دیگه هوش هیجانی می باشه که هنگامی که ما هیجانات و احساسات خود را شناسایی کردیم، مدیریت کردیم، استرس ما شما کاهش می‌یابه و همچنان سلامت روان ما شما بهبود می‌یابه و از سلامت روان کامل و بالای برخوردار می‌باشیم. دیگر تصمیم گیری بهتر و دقیق تر میشه. هنگامی که هوش هیجانی ما شما بالا باشه، تصمیم گیری ما شما خود به خود بهتر میشه، چون ما میتونیم هیجانات خود را مدیریت کنیم. هنگامی که هیجانات را مدیریت کنیم میتونیم تصامیم بهتر و دقیق تر را بگیریم. دیگر رهبری موثر و کار گروهی موفق. هوش هیجانی وقتی بالا باشه و تقویت شده باشه،
میتونیم یک تیم را و یا هم یک اداره را بهتر رهبری کنیم، چرا که ما احساسات خود را مدیریت کرده می باشیم، احساسات خود را شناسایی کرده می باشیم، از خود رهبری موثر کرده میتونیم و همچنان کار گروهی موفق کرده میتونیم، چون همراه گروه روابط سالمتر میسازیم. انگیزه درونی و کنترل بهتر بر احساسات پیدا میکنیم. کسایی که هوش هیجانیشان را تقویت میکنن انگیزه درونی بالا پیدا میکنن برای هر کار، برای تحصیل، برای تدریس، برای کارهای مثلا وظایفی که برشان داده میشه انگیزه بالای پیدا میکنن و احساسات خود را به خوبی کنترل کرده میتونن. پس این میشه اهمیت های هوش هیجانی که چرا باید هوش هیجانی خود را تقویت کنیم. میریم طرف 5 بود اصلی هوش هیجانی. طبق نظریه دانیل گلمن که یکی از روانشناسای فرانسوی است، روانشناسای جرمنی است، ایشان 5 بود را برای هوش هیجانی معرفی کردن و میگن که هوش هیجانی از 5 بود تشکیل شده. بود اولش خودآگاهی میباشه. خودآگاهی یعنی شناخت احساسات و تاثیر آنها. خودآگاهی به این معنی که احساسات بشناسیم که در هر لحظه چه احساسی داریم. مثلا امیال ما وبینار ارائه میکنم، امروز شما گپ میزنم، من باید احساس خود را بشناسم که چه احساسی دارم امیاله و همچنان تاثیر احساسات خود را باید بفهمم که چه تاثیری داره این احساسات بالای خود من و بالای افراد مقابلی که گپ های من گوش میگیرن. پس یک بود از هوش هیجانی خودآگاهی است. بود دومش خود تنظیمی میباشه، یعنی کنترل عکس العمل ها و احساسات. کنترل به این معنی وقتی ما شما احساسات ما شما بروز میکنه، احساسات منفی یا مثبت اونش مهم نیست، فقط احساس ما بروز میکنه، ما چطور این احساس خود را کنترل کنیم، چطور عکس العمل خود را کنترل کنیم. اکثر افراد را در جامعه شما دیدیم که وقتی عصبانی میشن نمیتونن عصبانیت خود را، همین احساس خود را کنترل کنن، یا عکس العمل هایی که در این احساس میکنن، مثلا قهر میشن، پرخاشگری میکنن، دست به خشونت میزنن. پس اینا رو میتونن کنترل کنن عکس العمل‌ها و احساسات خود را. خود تنظیمی ندارن. خود تنظیمی وقتی نباشه یک بود از هوش هیجانی کم میشه و هوش هیجانی تقویت شده نمیباشه و کم میشه. هوش از افراد کم میباشه، کسایی که احساسات خود را کنترل کردن نمیتونن و همچنان عکس العمل‌های خود را کنترل کردن نمیتونن. پس یکی از ابعاد مهمش خود تنظیمی است. بود دیگهش انگیزه است، حرکت از درون نه فقط به خاطر پاداش. یک بود دیگه از هوش هیجانی انگیزه می باشه. کسایی که هوش هیجانی کامل دارن و هوش هیجانی بالای دارن انگیزه بالای هم دارن، حرکت را از درون خود شروع میکنن، انگیزه را از درون خود میگیرن، نه به خاطر پاداش. به خاطر پاداش به این معنی که مثلا نه به خاطر یک پاداش که از بیرون برش تعیین میشه، نه به خاطر معاش، نه به خاطر تحفه، نه به خاطر تحسین، به خاطر انگیزه درونی خود یک فعالیت انجام میدن. درست؟ پس این هم یک بود دیگه از هوش هیجانی می باشد. بود چهارمش همدلی می باشد، درک احساسات و دیدگاه های دیگران. کسایی که هوش هیجانی بالا دارن دوستان اینا میتونن که احساسات افراد مقابل را هم درک کنن، نه تنها احساسات خود، احساسات اطراف افراد مقابل. مثلا امروز یک فرد گپ میزنه، وقتی طرف از اون میبینه و میفهمه که چی احساسی داره، پس ما میفهمیم که یک بود از هوش هیجانی از این قبیل است که همدلی است. مثلا وقتی ما حرف میزنیم، گپ میزنیم، طرف فرد مقابل وقتی ببینیم و احساس از رو درک کنیم که ما احساس غم کرد، احساس خشم کرد، احساس افسردگی کرد یا هر احساس دیگه کرد، پس ما حس همدلی ما شما بالاست. حس همدلی وقتی بالا باشه یک بود از هوش هیجانی ما شما قوی میشه. پس هوش هیجانی بود چهارمش، بود مهمش درک احساسات دیگران میباشه. و بود پنجم و بود آخرش که دانیل گلمنی را برای ما شما معرفی میکنه، مهارت های اجتماعی یا ارتباط معاصر و روابط سالم است. هوش هیجانی بود پنجمش ارتباطات معاصر است و روابط سالم است. کسانی که هوش بالای دارن خیلی روابط سالمتر دارن، خیلی ارتباطات بالای دارن، خیلی امرای افراد به خوبی به کنار میرن، امرای افراد به خوبی پیش میرن، چرا که احساسات آنها رو درک میکنن و نظر به اونها عمل میکنن، نظر به اونها گپ میزنن، نظر به اونها فعالیت میکنن. پس اینا بود 5 بود هوش هیجانی که یعنی بودها را حالی هر یکش را جدا جدا براتون تشریح میکنم و برای شما راهکارهایش هم نشان میدم که با کدام راهکارها این بودها را قوی کنین تا هوش هیجانی شما تقویت شود. بود اول خودآگاهی، شناخت درون خود. شناخت این که چی احساسی داریم و چرا. شناخت درون به این معنی که
شناخت درون به این معنی که احساس درونی خود را درک کنیم که چه احساسی داریم در لحظه ها. قسمی که بیشتر براتون گفتم در هنگام صحبت کردن چه احساسی داریم، در هنگام خلوت بودن چه احساسی داریم، در همین لحظه ای که به گپ‌های ما گوش دارین و گوش میگیرین چه احساسی داریم. پس این احساس خود را وقتی درک کردین خودآگاهی شما بالا میره، خودآگاهی یا شناخت درونتان بالا میره، چرا که شما احساسات لحظه خود را میفهمید که در این لحظه من این احساس دارم. ابزارهای تقویت خودآگاهی رو براتون معرفی میکنم دوستان، چطور میتونیم خودآگاهی یا شناخت درون خود رو تقویت کنیم. اول نوشتن احساسات روزانه. احساسات روزانه مثلا وقتی ما شما در روز با جنبه های متفاوت زندگی دست و پنجه نرم میکنیم، به کار میریم، به پانتون میریم، به درس میریم یا در فامیل همراه افراد رابطه برقرار میکنیم، احساسات روزانه و احساسات لحظه خود رو نوشته کنیم. مثلا همراه پدر خود وقتی گپ میزنیم، همراهش یک مکالمه داریم، باید احساس خود رو نوشته کنیم که چی احساسی میل داریم وقتی همراهش گپ میزنیم. یا همراه دوستان خود گپ میزنیم، یک توهین میشه برای ما شما و ما عصبانی میشیم، این احساس خود رو باید درک کنیم که ما فعلا عصبانی شدیم، درک کنیم و نوشتهش کنیم همراه خود. وقتی این احساسات را روزانه نوشته میکنیم، لحظه ای نوشته میکنیم، آهسته آهسته ما شما عادت میگیریم تا خودآگاهی ما شما بالا بره و همیشه احساسات خود را بشناسیم بدون از اینکه کتابچه باشه، بدون از اینکه نوشتن باشه. چرا که تمرین زیاد کردیم، احساسات خود را همیشه شناسایی کردیم، تمرین کردیم، ولی بر ما شما خیلی عادی شده می باشه و خودآگاهی ما شما بالا رفته می باشه. و ابزار دیگهش فکر کردن قبل از واکنش. خودآگاهی به این شیوه تقویت میشه که هنگامی که در رابطه هستیم همراه یک فرد گپ میزنیم و برای ما شما یا توهین میشه یا یک شوخی میشه که ما باید خنده کنیم، احساس خوشی از خود بروز بدیم، پیش از اینکه یک واکنش انجام بدیم باید یک بار فکر کنیم، درست فکر کنیم درباره از اینکه حرف چی بود و چه احساسی باید بروز بدیم. مثلا یک فرد توهین میکنه، ما شما احساس خشم در ما شما بروز میکنه، ولی قبل از اینکه واکنش نشان بدیم، قبل از اینکه مثلا امراض جمع کنیم، قبل از اینکه اون رو بر از او دوباره توهین کنیم، باید یک فکر کنیم چه واکنشی باید انجام بدم. آیا یک واکنش منطقی دارم برای توهین ازی؟ آیا یک جواب منطقی دارم؟ پس از این جوابهای منطقی وقتی استفاده کردیم خودآگاهی ما شما بالا میره. باز در وقتهای آینده، در دفعهای بعدی وقتی توهین میشه ما شما واکنش خود را تحلیل کرده میباشیم و یک واکنش درست نشان میدیم. اکثر اوقات دوستان وقتی اختلافات بین فامیل ها، بین دوستا، بین زن و شوهر پیش میاد، یگانه علتش نیست که خودآگاهی کم است. احساسات خود را درک نکردیم، کنترل نکردیم و قبل از واکنش فکر نکردیم. مستقیما واکنش انجام دادیم، مستقیما احساساتی برخورد کردیم. ما شما در لهجه عامیانه برش میگیم که فلانی زیاد احساساتی برخورد میکنه. پس این هم ابزار دومش. و ابزار سومش هم تمرین های ذهن آگاهی یا مایندفولنس است. مایندفولنس دوستا به معنای زندگی در لحظه یا زندگی کردن در لحظه، به این معنی که نه در گذشته زندگی کنیم نه در آینده زندگی کنیم، بلکه در فعل یا در حال زندگی کنیم که فعلا چی میگذره، فعلا چی جریان داره. که این ذهن آگاهی با مدیتیشن، با تنفس های عمیق قوی تر میشه و کسایی که این تمرین های ذهن آگاهی را انجام میدن یا مایندفولنس میکنن، اینها خودآگاهیشون تقویت میشه. از شما همیشه کوشش کنین که حضور در لحظه داشته باشین، نه در گذشته نه در آینده. اکثر اوقات اینقدر برای آینده پلان جور میکنیم، اینقدر برنامه‌ریزی میکنیم تا حال از یادمون میره، یا اینقدر درباره گذشته فکر میکنیم، درباره یک گپی که دوست ما گفته یا درباره یک گپی که دیروز شنیدیم، اینقدر فکر میکنیم که حال از یادمون رفته. فعلا چی هست، فعلا چی جریان داره، فعلا باید چی کنم، فعلا چی حسی دارم. پس شما تمرین های ذهن آگاهی کنین، مدیتیشن کنین که انشالله در وبینارهای بعدی درباره مدیتیشن تمام معلومات را براتون میدم، راهکارهای مدیتیشن را هم براتون نشان میدم. یک مثال براتون آوردیم دوستا، وقت خشمگین میشم فشار را در سینه‌ام حس میکنم و تصمیم گیری برایم سخت میشه. یک مثال یا یک جمله از فردی است که خودآگاهی بالای داره و این مثال را از فرد گرفتیم. یعنی اون خودآگاهی داره و درک کرده که خشمگین شده یا خشمگین است، در سینه‌اش فشار آمده، فشار حس میکنه و تصمیم گیری براش سخت شده. پس این سه بود را شناخت و فهمید، در حال زندگی کرد، از احساس خود فهمید. پس این فرد خودآگاهی بالایی داره. یا من امیال که برای شما گپ میزنم، احساس عالی دارم، احساس خوشی دارم تا مردم علم خود را میرسانم و
خیلی دلهوره داشتم بر از این وبینار. پس این چی شد؟ شناخت احساس خود شد. یا شما هم میال احساسات خود را باید بشناسین، چی احساسی دارین گپای مرا میشنوین و یا هم چی رقم واکنش ها را از خود نشان میدین. پس این یک بود اول از هوش هیجانی خودآگاهی بود. و راهکارهای تقویتش را هم شناخت. بریم بود دوم خود تنظیمی، مدیریت واکنش. همیشه شما میشنویم در جامعه که احساساتی عمل نکنین، احساساتی نباش و احساسات خود را مدیریت کن. حالا یاد میگیریم که چطور احساسات خود را مدیریت کنیم. حفظ آرامش در شرایط دشوار، اینی تعریف خود تنظیم میشه. آرامش و امو ریلکسینگ در انگلیسی، این ریلکس بودن خود را در شرایط گوناگون ما شما حفظ کرده بتانیم خود تنظیمی داریم. مثلا عصبانی میشیم ولی واکنش های خود را باید مدیریت کنیم، واکنش نشان ندیم، خود تنظیمی داریم، خود تنظیمی بالایی داریم. و یا هم اگر ما شما در یک جایی قرار داریم که به حد خوش میشیم، به حد خوش میشیم برای یک گپ یا برای یک ایونت، ولی باید واکنش نشان ندیم مستقیما، یا چیغ بزنیم یا مثلا برعکس بازی شروع کنیم. یک دفعه محیط درک کنیم، واکنش خود را مدیریت کنیم، نظر به محیط امر رقم واکنش انجام بدیم. حالا تمرین پاسخ دادن به جای واکنش نشان دادن. این تمرین ها را براتون دوستان میتم که چطور شما به جای واکنش نشان دادن پاسخ بدین. مثلا در یک جای براتون توهین میشه، شما به جای از اینکه او را قفات بزنین باید یک پاسخ منطقی برش بدین، باید گپ از او را غلط ثابت کنین. پس چرا باید آدم مستقیما واکنش نشان بده؟ یا برای یک فرد بحثت میشه، خشمگین میشی، باید واکنش نشان ندی، باید پاسخ بدی. پاسخ به این که از حرف ها استفاده کنی، نه از واکنش های فیزیکی، نه از واکنش های حرفی که مثلا توهین آمیز باشه یا به فرد مقابل ضرر برسونه. روش هایش براتون آوردیم دوستان. روش های تقویت خود تنظیمی، چطور میتونیم خود تنظیمی را تقویت کنیم. روش اول تنفس عمیق است. نه تنها در همون لحظه احساسات بلکه همیشه مهم است. هنگامی که بالایتان فشار میاد، هنگامی که احساساتی میشین، هنگامی که در یک جای قرار دارین که از احساسات شما سوء استفاده میشه، یک تنفس عمیق بگیرین. تنفس عمیق بمونه که نفس را به سینه تان کش کنین تا 5 ثانیه و الا 7 ثانیه، بعدش 7 ثانیه و 9 ثانیه نگهداری کنین و دوباره بازدم بدین یا خارج کنین. پس به این روش دوستا تنفس عمیق خوبیش دنی است که اکسیژن زیاد به مغز میرسه، اکسیژن کافی و زیاد به مغز میرسه و مغز میتونه فعالیت خود را کنترل کنه و تنظیم کنه. پس خود تنظیمی تقویت میشه. وقت تنفس عمیق میگیریم خود تنظیمی ما شما تقویت میشه. مثلا در یک جای میخوایم گپ بزنیم، سخنرانی کنیم ولی استراب میگیریم یا ترس پیدا میکنیم، پیش از اینکه سخنرانی را شروع کنیم دم روی صحنه یا در استیج یک تنفس عمیق یا نفس عمیق همراه خود میگیریم، آرام میکنیم خود را، بعدش شروع به سخنرانی میکنیم. شما متوجه میشین که ذهنتون چقدر فعالیتش بیشتر شده و چقدر استراب را کنترل کردین شما، چون که اکسیژن به یک بارگی به مغز میرسه و اینمی فایده تنفس عمیق است برای خود تنظیمی. دیگه گفتگوی درونی مثبت. همیشه دوستان همراه خود گفتگوی درونی داشته باشین. قسمی که در وبینارهای قبلی هم براتون گفتم، ولی گفتگوی مثبت بود باشه، یعنی خود را تشویق کنین، خود را حمایت کنین، با خود گپای مثبت بزنین. یعنی شما میتونین، شما قوی هستین، شما میتونین احساسات خود را کنترل کنین، شما فرد ضعیفی نیستین که زود ببازین، شما فرد ضعیفی نیستین که واکنش نشان بدین. پس این گفتگوی درونی مثبت همراه خود داشته باشین تا خود تنظیمی شما بالا بره. دیگه مکس قبل از حرف زدن است. دوستا هرگاه شما میخواین پاسخ بدین یا هرگاه شما میخواین واکنش نشان بدین به اطرافتان یا محیطتان یا به طرف مقابلتان، اول یک مکس کنین خود، یک صبر کنین، یک 10 ثانیه، یک 5 ثانیه صبر کنین، بعد از او باز پاسخ بدین. مثلا مستقیما در جای خشمگین شدین و میخواین جواب بدین یا از خود دفاع کنین، یک مکس کنین امروی خود. این مکس برای شما اجازه میده تا شما بتونین فکر کنین، تا شما بتونین امروی خود تصمیم بگیرین تا کدام واکنش را نشان بدین یا کدام حرف را بگوین. پس مکس مهم است. دیگه یک سناریو براتون آوردیم دوستا. مثلا کسی در فضای مجازی به تو توهین میکند. یک سناریو فکر کنین، آیا فوراً واکنش نشان میدهی یا قانونا پاسخ میدهی؟ طبعا دوستا در فضاهای مجازی وقتی عکس پست میکنین یا یک پست میمانین، نظریات مثبت هم در پای داره و نظریات منفی هم داره.
پس نظریات منفی بعضی اوقات میتونه توهین باشه یا توهین آمیز باشه، ولی بعضی از افراد را شما میبینید که خیلی زود واکنش نشان میدن، پس اون رو توهین میکنه، پس برشان گپای بد میزنه. ولی بعضی از کسا هستن که یا نادیده میگیرن اونو توهین را، و یا هم یک پاسخ منطقی میده که خود فردی که توهین کرده حیران میمونه. پس شما هم دوستان این سناریو را همراه خود کار کنین، خود تنظیم خود را تقویت کنین تا هوش هیجانی شما بالا بره. همیشه واکنش زود نشان ندین. فکر کنین، عاقلانه فکر کنین و منطقی جواب بدین به توهین ها، منطقی کنترل کنین خشم خود را. پس این هم بود بود دوم، خود ترکیبی. میریم طرف بود سوم، انگیزه. نیروی محرکه درونی است انگیزه درونی موجب رشد واقع می شود. دوستا کسایی که انگیزه درونی دارن، یعنی از درون در جوش هستن، از درون به فعالیت برمی انگیزن، اینا رشد واقع میکنن، اینا واقعا رشد میکنن، اینا واقعا پیشرفت میکنن. چرا که اینا ضرورت ندارن از بیرون همیشه تشویق شن، اینا ضرورت ندارن یک فرد دیگه برای بگه آفرین تو میتونی، آفرین تو میتونی. نه خیر، اینا خودشان به خود میگه آفرین من میتونم. اینا خودشان خود را تشویق میکنن، خودشان انگیزه خود را بالا میبرن، هیچ ضرورتی به انگیزه بیرونی ندارن، هیچ ضرورتی برای پاداش ندارن. پس کسایی که انگیزه درونی دارن رشد واقعی رو میبینن، واقعا پیشرفت میکنن، رشد میکنن. افراد دارای هوش هیجانی اهداف معنیدار دارند. کسایی که هوش هیجانی خود را تقویت کردن، اینا اهداف معنیدار بر خود میمونه، اهدافی که قابل دسترس باشه، اهدافی که واقعی باشه، نه اهدافی که مثلا معلوم نباشه، مجازی باشه، اهدافی که رویا باشه، به دست آوردنی نباشه. کسایی که هوش هیجانی دارن خیلی اهداف درست برای خود میمونن و برای میرسن، اهداف میمونن که معنادار هستن، اهداف میمونن که واقعی هستن. راهکارهای افزایش انگیزه براتون آوردیم دوستان که چطور بود سوم هوش هیجانی خود را تقویت کنیم که انگیزه است. راهکار اولش یادآوری هدف اصلی. هرگاه دوستا کوشش کردین یا هرگاه دیدین که انگیزه درونیتان پایان آمد یا یک کمی بی انگیزه شدین، هدف اصلیتان رو به یاد بیارین. چه هدف داشتین؟ چه هدف دارین؟ چرا فعالیت میکنین؟ چرا یک کار انجام میدین؟ وقتی هدف اصلی خود را به یاد بیارین، دوباره انگیزه درونی یا نیروی محرکی درونیتان فعال میشه. پس این یک راهکار افزایش انگیزه است. راهکار دوم تقسیم هدف و قدم‌های کوچک است. ما اهداف بزرگ داریم یا اهداف دراز مدت داریم، ولی هنگامی که این اهداف را به اهداف کوچک تقسیم نکنیم، در این را دلسرد میشیم، چرا که اهداف بزرگ ما شما خیلی دور است از ما. وقتی به او میرسیم در این را به انگیزه میشیم، چرا که دور است، راهش دور است. ولی اگر هدف را برای خود کوچک کنیم، تقسیم بندی کنیم، وقتی به یک هدف کوچک میرسیم انگیزه ما شما دیگه هم تقویت میشه، به دیگهش میرسیم دیگه هم تقویت میشه. یعنی تو نمیشه که دنی میرو ما شما دوباره دور بخوریم و همون هدف خود را میرسانیم. راهکار سومش هم جشن گرفتن برای پیشرفت ها، نه فقط موفقیت نهایی. دوستا جشن گرفتن برای پیشرفت ها به این معنی که وقتی برای هدف میخوای برسی، هدف برای خود موندی، اندکترین پیشرفتی هم که در راه از هدف به دست میاری جشن میگی. جشن به معنی که خوش باش، تشویق که خود را. مثلا یک فرد هدف میمونه که باید انگلیسی یاد بگیره، پس این فرد انگلیسی یاد گرفتن شاید 1 سال طول بکشه یا شاید 6 ماه طول بکشه، یک هدف دراز مدت است یا بزرگ است. این فرد یک پیشرفت یادی میکنه، مثلا 12 زمان انگلیسی رو یاد میگیره. وقتی این 12 زمان یاد میگیره خیلی خوش میشه، جشن میگیره این 12 زمان، چون که یک پیشرفت کرد، برای هدف خود نزدیک شد، نزدیکتر شد. این افراد انگیزه بالایی دارن، این افراد انگیزه خود را تقویت میکنن، چرا که اون هدف انگلیسی شاید 6 ماه یا 1 سال در بر بگیره. وقتی تو به اون میرسی و میخوای تنها امو هدف رو تو تشویق کنی خود را، یا تنها امو هدف را جشن بگیری که او من انگلیسی رو عالی یاد گرفتم، عالی من خوب فرد هستم، شاید دنی میراد به انگیزه شوی، چرا که اون هدف شاید دور باشه است. ولی اگر پیشرفت های کوچک که 12 زمانه رو یاد گرفتم خوش میشی، 5 لغات یاد گرفتم خوش میشی، یک گرامر جدید رو آموختم خوش میشی، جشن میگیری برای خود این پیشرفت های خود را، پس انگیزه تو بالا میره. انگیزه تو بالا رفت، اما تو موفقیت نهایی هم نزدیک شدن میری تا به دستش بیاری. این هم 3 راهکار تقویت انگیزه بود که در وبینارهای بعدی درباره انگیزه براتون وبینار کامل میگیرم و بخش مهم از روانشناسی که انگیزه میباشه انشاءالله درباره‌اش بحث داشته میباشیم. بریم طرف بود 4، همدلی. همدلی یعنی هم احساسی با دیگران.
شریک شدن در احساسات دیگران یا شناسایی احساسات دیگران. همدلی یعنی درک و احساس کردن با دیگران. مثلا وقتی فرد مقابل یا همسرت یا پدر یا مادر یا برادر یا هر کس همراه تو هست یا زندگی میکنه یا همراهش در رابطه هستی ولی احساساتش را درک کردن نمیتونی یا نمیفهمی که فعلا چی احساسی داره یا فعلا با این گپی که تو زدی چی احساسی داره یا در این موقعی که اونو قرار داره در جایی که او قرار داره چی احساسی داره، پس همدلی ضعیفی داریم. همدلی بالا در اون وقت است که ما بتانیم از احساسات دیگران آگاه شویم. خیلی آسان است دوستا، اکثر اوقات ما شما میفهمیم از قواره حتی شناسایی میکنیم. نفر که خشمگین میشه میفهمیم که خشمگین شده، نفر که خوش میباشه میفهمیم که خوش شده یا غمگین میباشه میفهمیم که غمگین شده. پس این حس همدلی است که در احساسات دیگران یا شریک میشیم و یا هم احساسشان را درک میکنیم. این احساس را داره در این لحظه. شنیدن فعالانه بهتر از فقط شنیدن است. دوستا هرگاه در مکالمه ها شما یک جای میشین یا مکالمه میکنین همراه افراد دیگران، تنها نشنوین به این معنا که تنها گوش ماندی و میشنوی هیچ عکس العمل از خود نشان نمیدی. شنیدن فعالانه به این معنا وقتی میشنوی گپای از او نظر به گپای از او خودتان اما عکس العمل نشان میدی، یا در قواره خود یا در چشمای خود یا در دستای خود. مثلا فرد مقابل میبینی غمگین است و بر تو کسی خود میکنه که این رقم است و خیلی غمگین هستم، هم باید خود یک رقم چهره تا یا حالتهای فیزیکی تا یک رقم برابر کنی تا غمگین به نظر برسی و فرد مقابل احساس کنه که تو امروز همدلی کردی. یا فرد مقابل میبینی خیلی شاد است، خنده میکنه، خوش است، به امتحان را پاس کرده، کامیاب شده، تو هم باید امروز همدلی کنی و نظر به اون خوشی از او در چهره خود تغییرات بیاری و خود را خوش نشان بدی. وقتی خشمگین میباشد باید خود را به یک شیوه نشان بدی تا احساسات منفی از او را کنترل کرده بتانی. پس همدلی به این معنا دوستا. همدلی یک بود مهم از هوش هیجانی است. کسایی که همدلی دارن هوش هیجانی بالایی دارن، میتونن احساسات خود و دیگران را دستکاری کنن. با حضور کامل گوش بده، نه فقط برای جواب دادن. بعضی اوقات دوستان ما شما وقتی حرفای یک فرد را گوش میگیریم در تلاش از این هستیم که جواب از او حرف را پیدا کنیم یا در تلاش از این هستیم که زود جواب بدیم به گپ از او، پس گپ از او را تکرار کنیم و گپ از او را مثلا رد کنیم. ولی حضور کامل به این معنا که فقط گوش بگی، گپای از او را حس کو، درک کو، بفهم که غمگین است، بفهم که خوش است، خلاص در فکر از این نباشه باید زود را جواب بدم، باید زود این نصیحت برش کنم، زود این رقم کنم. نه، خوب گوش بگی، خوب درکش کن، خلاص. این هم یک بود از همدلی می باشه که همدلی برای هوش هیجانی شما خیلی مفید است. یک نکته است که زبان بدن افراد را جدی بگیر. بیشتر احساسات از طریق رفتارها نشان داده می شوند، نه فقط کلمات. در روانشناسی زبان بدن یک اهمیت خیلی بالایی دارد. وقتی امروز افراد مقابل وارد مکالمه میشیم، ما شما 80% از اطلاعات را از بادی لانگویج یا از زبان بدنشان یاد میگیریم یا میفهمیم. وقتی یک روانشناس امروز یک فرد یا امروز یک مراجع مشاوره میکنه، 80% از اطلاعات را از زبان بدنش میگیره، از چشمش، از لبخندش، از شور دادن دستا و پاها، نه از کلماتش. چون بعضی افراد میتونن کلمات خود را دستکاری کنن. مثلا یک فرد غمگین است چون تکر کرده، ولی وقتی امروز تو گپ میزنه غمگینی خود را به یک شیوه دیگه بر توی ابراز میکنه، او شیوه نمیگه. پس تو وقت زبان بدن از او متوجه باشی میتونه احساس اصلی و واقعی از او را درک کنی. بود آخر مهارت های اجتماعی است دوستا. بود هوش هیجانی است که مهارت های اجتماعی و ارتباط با دیگران است. ایجاد اعتماد، حل تعارض و تاثیرگذاری مثبت. کسایی که ارتباطات بالایی دارن یا مهارت های اجتماعی قوی دارن، اینا میتونن با آسانی اعتماد ایجاد کنن، هم در افراد مقابل و هم در خود اعتماد ایجاد کنن بالای آنها. یا تعارضات گروهی را حل کنن. وقتی در گروه تعارض میشه، جنجال میشه، اختلاف نظر میشه، خیلی با آسانی میتونن اینو حل کنن، چرا که مهارت های اجتماعی قوی دارن و همچنان تاثیرگذار میباشن، تاثیرگذاری مثبت داشته میباشن بالای افراد مقابل. وقت حرف میزنن افراد مقابل از اون متاثر میشه، از نصیحتشان، از گپ زدنشان، از رفتارشان متاثر میشن و میخواین که نصیحت از گوش بگیرن و عملی کنن. استفاده از ارتباط قاطعانه نه تهاجمی. قاطعانه و تهاجمی فرقش دینی است دوستان. وقتی ما شما از طرف مقابل یک پیشنهاد میشه برای ما، شما و ما نمیخوایم که اون پیشنهاد را قبول کنیم،
باید تهاجمی عمل نکنیم که اون را بیاب کنیم یا امر از او رفتار بد کنیم که تو چرا اینی پیشنهاد، تو چرا امرای ما اینی رفتار انجام دادی یا اینی پیشنهاد را کردی من نمیتونم این را انجام بدم. نه، این رقم باید تهاجمی اونو بحث را ما شما باید یا اونو پیشنهاد رد نکنیم، بلکه قاطعانه به این معنا که امرش بارو میگم بزنیم، برش بگیم متاسفانه من نمیتونم این پیشنهاد شما را قبول کنم و اینی دلایل و این رقم خلاص اینی ارتباط قاطعانه می باشه، این قاطع به اونو روال خود پیش میریم ولی تهاجمی نی که فرد مقابل را ضرر برسانیم و فرد مقابل توهین کنیم یا خشمگین شویم باش. آگاهی هیجانی هنگام صحبت کردن بسیار مهم است. قسمی که بیشتر گفتم براتون که از هیجانات خود باید در صحبت کردن بفهمیم که در هنگام صحبت کردن در هنگام رفتار خود چه هیجانی داریم، چه احساسی داریم، چی حس میکنیم، آیا خوش هستیم، خفه هستیم، غمگین هستیم، خشمگین هستیم و این را درک کنیم. حساب‌ها براتون آوردیم دوستا. بازخورد سازنده بده به این معنی که فیدبک یا بازخورد وقتی از پرسان میشه که درباره این موضوع چی نظر داری، چی فیدبک میدی، فیدبک بده که سازنده باشه، هم برای خودت هم برای فرد مقابل، نه تخریب گرایانه. مثلا یک فرد خیلی لباس مقبول پوشیده ولی از تو بازخورد میخواد، میگه نه ايش خوب معلوم نمیشه یا این رقم از اون رقم از گپای منفی میزنیم. نه خیر، ببین لباسش را تحلیل کو، اگر فهمیدی که عیبی داره ایرادی داره یک بازخورد بده براش که سازنده باشه، و زیاد کلمات مثبت و آرام براش بگو که یا با فرهنگ ما این لباس سازگار نیست یا در این جامعه شاید مردم برات بد ببینن یا این رنگش این رقم است، ولی به یک شیوه پیش برو که به ارتباطات اجتماعی خود ضرر نرسانی. این دوستا اینی گپایی که میزنم اینو کلا به هوش هیجانی ربط داره، اینا ابعاد هوش هیجانی هستن. وقتی ما اینا رو تقویت کنیم هوش هیجانی خود رو تقویت کردیم. مثال دیگه صادقانه عذرخواهی کن. وقتی برات پیشنهاد میشه یا کسی ازت کمک میخواه و نمیتونه انجامش بدی، صادقانه عذرخواهی که ازش و بگو که نمیتونم این پیشنهاد قبول کنم، نمیتونم اون بهتون کمک کنم. صادقانه، نه دروغی که مثلا یک کار انجام دادم میتونی وقتم داری خوشتم انجام بدی ولی نه به دروغ میگی نه من نمیتونم این کار، چرا میخوای به فرد مقابل ضرر برسونی. کسایی که دوستا فکرهای مدیریت دارن، فکرهای غلط دارن، فکرهای کنترل گرایانه ندارن، اینا هوش هیجانی بالا ندارن دوستا. اینا خودشان همیشه رنج میبرن، همیشه از درون، از وجدان، از ضمیر اینا رنج میبرن. و مثال سوم، نه بگو ولی با احترام. وقتی پیشنهاد را خود خوش نداشتی میتونی نه بگویی، چون نگفتن یک نوعی از حفاظت است از خود، یک نوع از حفاظت. اگر به هر کار بلی بگی، هر کار را تصدیق کنی و هر کار انجام بدی، پس روبوت میشی، هر کاره میشی، هر کس ازت استفاده میکنه. ولی نگفتن را تمرین کو، یاد بگی نه بگو ولی با احترام، نه ای که با جدیت نبگی یا با غرور نبگی یا با خشم نبگی، با احترام کامل به فرد مقابل. این فرد مقابل هم یک انسان است، ذهن داره، راه داره، عاطفه داره، احساس داره. پس وقتی به فرد مقابل توهین میکنیم فکر کو به انسانیت توهین میکنیم، فکر کو به خود توهین میکنیم. درست؟ اینیا بود پنجم هوش هیجانی. حالا چگونه هوش هیجانی رو تقویت کنیم؟ حالا کلا میبینیم 5 بودش را خب براتون گفتم که هر کدامش به این شیوه ها تقویت کرده میتونیم. حالا کلا هوش هیجانی رو با کدام شیوه ها میتونیم تقویت کنیم؟ اول دفترچه احساسات داشته باش. قسمی که در وبینار قبلی هم براتون گفتم برای خودشناسی هم خیلی مهم است. یک دفترچه یا یک کتابچه و یا هم تلفن همراهتان که هست برنامه نوت داره، این را همراه خود داشته باش و احساسات لحظه‌ای خود، خاطرات خود را در اون نوشته کن. یه خیلی برات کمک میکنه تا هوش هیجانی بالایی داشته باشی. چون هنگامی که تو فعلا شروع کردی به نوشتن احساسات خود، یک چند روز نوشته کردی یا یک چند هفته نوشته کردی، بعدش میبینی که هیچ به نوشته کردن ضرورت نیست. خودت در لحظه احساسات خود درک کردن میتونی، از درون خود آگاه میشی. دوستان میفهمین در جهان سروی شده 90% از مردم جهان از احساسات خود خبر ندارن. 90% از مردم جهان نمیفهمن که در لحظات متفاوت چی احساسات دارن، درک کردن نمیتونن. پس شما از 10% باید باشین، از 10% که در جهان وجود دارن و از احساسات خود خبر دارن. دفترچه داشته باشین یا از تلفن استفاده کنین و احساسات روزمره خود را نوشته کنین. راهکار دومش روزانه تمرین ذهن آگاهی انجام بدیم. ذهن آگاهی رو پیشتر براتون گفتم که حضور در لحظه داشته باشین و
مدیتیشن و تنفس عمیق از ذهن آگاهی میشه یا مایندفولنس میباشه. کسایی که این تمرینات رو انجام میدن هوش هیجانی بالایی دارن. اینا در لحظه زندگی میکنن، در حال زندگی میکنن، نه در گذشته. هنگامی که ذهن دوستا در گذشته بانم، تو چطور میتونی از احساس فعلیت خبر باشی؟ یا ذهن در آینده باشه، تو چطور میتونی از احساس فعلی خود خبر باشی؟ پس این مهم است که در لحظه زندگی کنیم. یک کار دیروز گذشت بانه نشده که بروش زیاد فکر نکنیم. یا در آینده 5 سال بعد میخوای کار انجام بدی، از همین حال برنامه‌ریزی ها ایجاد میکنی و فکر میکنی چطور خواهد شد اوی تو نه. اینا را کم کنید دوستان. درست از برنامه‌ریزی داشته باشین، درست از زماره از گذشته درس بگیرین، ولی نه به اندازه‌ای که دماغ زندگی کنین، نه به اندازه‌ای که تمام افکار و احساساتتون در گذشته باشه. راهکار سوم، از دوستان نزدیک بازخورد بگیرید. هنگامی که دوستان در یک جمع باشین یا یک رفتار رو انجام میدین، بعدش میتونین از دوستان خود فیدبک بگیرین که چطور بود به نظرتون، چطور پیش رفتم. مثلا یک جای خشمگین میشین، دوباره خشم خود را کنترل میکنین، یا یک رفتار رو انجام میدین ولی خودتون درک نمیکنین که چه رفتاری بود. از اطرافیان خود پرسان کنین که به نظر شما چه رفتار بود. اونا براتون میگن خیلی خشمگین بودی، رنگت زرد پریده بود، یک دفعه این دو عمل انجام دادی. یا خیلی خوش بودی و چیغ میزدی و ايش نمیفهمیدی که چی کنی. از این رقم وقتی بازخورد گرفتی درک میکنی و این رقم بود. یعنی فکر کو شما خود را از بیرون میبینین، ولی از کسایی بازخورد بگیرین که مثبت نگر باشن، مثبت باشن، همیشه بر شما راهکارهای درست را نشان بدن، نه از هر کس. درست دوستان، از هر کس بازخورد گرفتن بعضی اوقات بر شما ضرر میرسونه. راهکار چهارم، کتاب‌های روانشناسی و احساسات بخوان. کتاب‌های زیاد دوستان در این بخش وجود دارد، در بخش هوش هیجانی، در بخش تقویت هیجانات و همچنان در ابعاد متفاوت. پس هنگامی که شما کتاب‌های روانشناسی را می‌خوانید، روانشناسی یک خوبی داره دوستان، یک علم و یک مسلکی است که هر کس میتونه از او استفاده کنه، نه تنها با کسای مختص. مثلا اگر بریم طرف طب، یک بخشی هست که لغات‌های مغلقه داره، تنها متخصصین میفهمن، تنها کسایی که در مورد رشته کار کردن میفهمن، درک کردن میتونن. ولی روانشناسی هر کس میتونه درک کنه. موضوعات هست که در زندگی موضوعات هست که ما و شما روزمره همراهش رو پیدا میشیم. پس کتاب‌های روانشناسی هر چقدر بخوانیم به تاوانتان نیست، به فایدهتان است. و همچنان کتاب‌های هوش هیجانی، کتاب‌های احساسات، کتاب‌های انگیزه، یعنی کتاب‌ها رو بخونین و به مرور زمان شما متوجه میشین که هوش هیجانی شما چقدر تقویت شده. و راهکار آخر، بعد از هر تجربه احساسی فکر کن چی میتوانستم بهتر انجام بدهم. دوستان مثلا یک جای تجربه احساسی براتون رخ میده، عصبانی میشین همراه رفیقتون، یک عمل انجام میدین، وقتی این صحنه تیر شد، بعدش احساساتتون دوباره کنترل شد، و جای خود آمد همراه خود فکر کنین رفتاری که انجام دادین، تحلیل کنین همراه رفتاری که باید انجام میدادین. مثلا عصبانی شدین و یک دفعه پرخاشگری کردین و فرد مقابل را لد کردین، یا همراه قفاق زدین، یا هر کاری که کردین در وقت عصبانیت. بعد وقت سوار شد عصبانیتتون، همراه خود شیشتین فکر کنین به جای قفاق زدن یا به جای عمل پرخاشگرانه من چی میتونستم بکنم، چه کار بهتره در ذهنتان میاد که اون جواب دادم میتونستم میرقم. پس افسوس نکنین که چرا نکردین، بلکه بر آینده تان محتاط باشین. در آینده وقتی این رقم احساساتی میشین، اون رفتاره که بهتر از اون انجام بدین. این بود راهکارهای تقویت هوش هیجانی. دوستان ما در هر وبینار خود براتون تمرینات متفاوت رو جابجا کردیم و شما از این تمرینات استفاده کنین تا هر وبینار من نتیجه کامل خود را بده دوستان. من وقتی وبینار برای شما ارائه میکنم، موضوعات را برای شما جمع آوری میکنم، حتما همراهش یک تمرین جابجا میکنم تا تاثیرگذاری وبینار، تاثیرگذاری موضوع زیاد باشه. پس در این وبینار براتون یک تمرین تفکر و تأمل رو آوردیم. و موقعیت فکر کن که احساسات در رفتار و تصامیمت تصور کن که احساساتت هم بالا رفتارت غالب شد و هم بر تصمیمت. مثلا در یک صحنه خیلی خوش بودی، یک رفتار انجام دادی که واقعا خیلی متاثر از خوشی بود، یا یک تصمیم گرفتی که متاثر از خوشی بود، پس آن گفتیم من تصمیم گرفتم. در اون صحنه خوش بودم نفهمیدم، بعد من تصمیم گرفتم. یا در اون صحنه خشمگین بودم، نباید تصمیم میگرفتم. پس به این یک موقعیت فکر کنین، از خود بپرس چه احساسی داشتم در گذشته، البته در اون صحنه چه چیزی این احساس را فعال کرد،
دفعه آینده چی کار متفاوتی میتونم انجام دهم و اینی را میتونی با دیگران. خب دوست عزیز، تمرین انجام شد. بریم طرف نکات کلیدی امروز که چه نکات مهمه در این وبینار آموختیم و امیدوار هستم که همه این نکات را آموخته باشین. اول هوش هیجانی یک مهارت آموختنی است، یعنی یک مهارت است که ما شما کسبش میکنیم، به دستش میاریم. تنها در ژنتیک نمی باشد. درست است که بعضی افراد ژنتیکن یا از ژنتیکشان هوش هیجانی بالای دارن، ولی دیگر افراد جامعه میتونن تقویت کنن هوش هیجانی را با ابزارهایی که در بالا براتون معرفی کردم، برای کارهایی که خودشان میفهمن که برشان مفید است، میتونن هوش هیجانی را تقویت کنن. بر تمام جنبه های زندگی اثرگذار است. قسمی که مشاهده کردیم دوستان، با شما در لحظات متفاوت احساس داریم. هیچ فرد بدون احساس و حس نمیباشد یا بدون هیجان نمیباشد. پس طبعا که بالای تمام ابعاد زندگی ما شما تاثیرگذار میباشد، بالای تصمیم گیری، بالای کار، بالای روابط، بالای هر بخشی از زندگی ما شما تاثیرگذار میباشد. تمرین مداوم باعث رشد میشود. قسمی گفتم براتون مایندفولنس و همچنان تمرین های ذهن آگاهی، تمرین های مدیتیشن، تمرین های تنفس عمیق باعث رشد شما میشه و روان خود را با تمرین های متفاوت میتونیم تقویت کنیم. و روان یک بخش از فرد است یا یک بود از انسان است که خیلی خیلی یک بود مثلا وسیع است دوستان. یک بود وسیع به این معنا که به چشم دیده نمیشه روان، ولی بر تمام فعالیت های ما شما کنترل داره، بر تمام بدن ما شما کنترل داره دوستان. هنگامی که در روان ما شما یک بیماری پیش میاد، در بدن ما شما تاثیر میکنه. از که شما میفهمین انسان یک موجود سی بودی می باشه که بود روحانی، بود روانی و بود جسمی داره. از هر سهش با یکدیگر ربط داره. اگر بود روانی متضرر میشه، بود جسمی ما شما متضرر میشه. پس همیشه محافظ روان خود باشین و کوشش کنین که روانتان یا ذهنتان روز به روز رشد کنه. از تمرین انجام بدین تا بر رشد ذهنی برسین. و دیگه پایش خودآگاهی، خودتنظیمی و همدلی می باشه که پایه هوش هیجانی را که قسمت گفتیم که ابعاد هوش هیجانی است، یعنی هوش هیجانی خودش از همین 5 بود ساخته شده که خودآگاهی، خودتنظیمی، همدلی، انگیزه و روابط اجتماعی هستند. پس اینا رو وقتی تقویت کردیم، هوش هیجانی خود را تقویت کردیم. هر روز میتوانید شروع کنید دوستان، این را خودتان میفهمید. هر روز تا هنگامی که زنده هستین میتونید شروع کنید. و هنگامی که راه در بدنتان است میتونین شروع کنید، میتونین روان خود را تقویت کنید، میتونین در خود تغییر ایجاد کنید. پس هیچگاه دیر نیست. درست یک فرد نمیتونه بگه که من 50 ساله شدم و دیر است چی کنم مال هوش هیجانی. خیر دیر نیست. وقتی در 50 سالگی هوش هیجانی خود را تقویت کردی که میتونی به نسل‌های آینده خیر خود را برسونی، به اولادهای خود، به نواسای خود خیر برسونی، به نواسای خود نصیحت درست کرده بتونی، همراه نواسا و اولادهای خود همدلی کرده بتونی. از هر روز میتونی شروع کنی. هیچ گاه دیر نیست.